مادری آمد با دیده های نمناک و با گریه گفت که فرزند به نصیحت نیاز دارد. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت که فرزند رو گفتم که بیا بریم بازار خرید میکنم، مرا کمک کن، کم در سنگیتر خرید میکنم. گفت تو بومژ هستی، ما همراه بومژ در کوچه نمیبریم، اگر یک کس مرا در بر تو ببینه چی میگوید؟ این گریه از سوز دل از مادر است که چرا فرزند مرا بومژ میگوید. یعنی اصلا کسی نیست که من در کنار تو راست بیستم. اگر تو از این تولد نشدی چگونه فرزند برکت مییابد؟ تو اگر توبه و ندامت نکنی. کار تا جایی رسیده است که تحقیر مادر، ملامت پدر، در جای غیبت پدر که پدر من نمیفهمد، پدر من نمیداند، پدر من نمیشود و نمیبین. علم یعلم بان الله یرا. تو نمیبینی که خدا تو را میبیند؟ تو آینده پدر نمیشوی؟ همین تیشه بر ریشه زدن 10 بار بیشتر میشود. پس به هیچ عنوانی باید حق پدر و مادر کم نگیریم، باید دوست بدار. آدم سرسپرده و جانفیده پدر و مادر نباشد، نه در دنیا و در آخرت کامیاب نمیشود. ببینید کلیدی که از دستت میافتد، اگر خیر کلید بگیر افتید، اگر افتیدیم یک چند ثانیه رو در بر میگیرد. یعنی وجودی پدر و مادر رو غنیمت بدان. امروز هستن میتونه پگاه نباشن، امشب هستن میتونه صبح نباشن. یک روز میشد فرزند با صدای الای تلفنی پدر و مادر زار میشد، یک کاش زنده بشودی الا میگفت یا تلفنش سری وقت میبرداشتم. خدا عقل داده است. برای سازگاری در عائله یک مرکز توجه خاص این پروردگار است که با خدا توکل کرده پدر و مادر را دوست داشتن در کار، با ناسازگاری سازگار بدن در کار، سوختن و ساختن است. عائله زمان سالی میماند که پدر و مادر تا آخر نفسشان مقام عالی که خدا براشان داده است، این مقام در خانه باید پاینده باشد.